مقامات تاجیکستان اعلام کردند که بیش از 100 سرباز دولت افغانستان در جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان وارد شدند. ریاست نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی روز 22 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت در نتیجه زد و خورد مسلحانه که تا ساعت 9 سنه 22 ایون ادامه داشت، 134 خدمتچی حربی قواهای حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به مقاومت تاب نآورده مجبور شدند سرحد دولتی را عبور کرده به سمت جمهوری تاجیکستان فرار نمایند. در بیانیه کمیته که در رسانه‌های دولتی نشر شد آمده است یکی از سربازان افغان هلاک شده است و 4 نفر دیگرشان زخمی هستند. منابع رادیوی آزادی گفتند که زخمیان در شفاخانه ناحیه جیهون معالجه می شوند. به گفته کمیته سرحدبانان تاجیک با نظرداشت قوانین بشری و حسن همجواری مجبور شدند به گریزگان اجباری به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازت ورود دهند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعض در سرحد با افغانستان را مرکب نامیده افزوده است که 100 سرباز افغان در جنگ با طالبان یا کشته شده‌اند و یا به اسارت این گروه افراطگرا افتاده‌اند. در بیانیه آمده است در 10 روز اخیر در 4 ولایت هممرز با تاجیکستان جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی افغانستان ادامه دارد و ناحیه‌های چاهیاب، ینگ قلعه، درقد، دشت قلعه، خواجه‌غار ولایت تخار، ولسوالی های دشت ارچی، امام صاحب و قلعه زال ولایت قندوز، 2 گذرگاه شیرخان بندر و کاکل به دست طالبان گذشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتری خود نوشت صبح امروز شیرخان بندر تحت تصرف این گروه درآمد. او ادعا کرده است که نیروهای امنیتی افغان به همه اسلحه و تجهیزاتشان به طالبان یکجا شدند. مقامات رسمی افغانستان این گفته ها را شرح ندادند. نیروهای افغانستان مقاومت به طالبان را ادامه می دهند و وزارت دفاع گفت که روز 22 ایون 2 ناحیه ولایت بلخ و بغلان را از دست طالبان گرفتند.